در ناحیه کتقرغان ازبکستان مرد به زنی که گفته می شود زوجه سومش است به خیانت متهم کرده با او با تبر حمله کرده است. این زن در مکتب دهه درس می گوید و معلمه خونشار را همکاران صبح سحر در نزدیکی دروازه مکتب پیدا کردند. همکارانمان از بخش ازبکی رادیوی آزادی این موضوع را پوشش دادند. از سراج الدین اسلام همکارم در بخش ازبکی رادیوی آزادی پرسیدم که این حادثه کی و چگونه رخ داده است. حادثه روز 25 دکبر در آخرین هفته سال 2018 میلادی در یکی از دهه‌های دوردست ناحیه کتقرغان ولایت سمرقند که نامش استالین میگویند بین مردم رخ افتاده است. این حادثه در مکتب میانه این دهه روی میدهد و با گفته شاهدان معلمان سر و صداهای بلند را میشنوند و وقتی که آنها دویده به حولی مکتب میبرایند میبینند که در نزد دروازه یکی از همکاران آنها، یکی از معلمه های این مکتب خونالود خوابیده است. بزودی آنها فوری دکتر را دعوت میکنند، به شفاخانه میبرند، ولی به گفته آنها گویا شوهر که این زن را به نکاح خودش گرفته است با تبر زخمی کرده است. دستهایش، زانوهایش، رویش، بینیش و خیلی شکست های سنگین را دیده است. زخمی خیلی جدی را گرفته است، ولی شفاکاران میگویند که زن در بیمارستان است و تهدید به زندگی او الان نیست. در تاجیکستان دو زنگی و یا چند همسری با وجود منع بودن بنابر قانون اویله یک پدیده رایج است. جنجال های اویلوی نیز در این زمینه زود رخ میدهند. اما در ازبکستان وضعیت چگونه است؟ آیا درست است که این حادثه نیز در زمینه رشک رخ داده است؟ درست است. گویا به گفته مردم این زن با شوهرش جدا شده است و مرد که او را به نکاح خودش گرفته است قبلا دو زن داشته. این زنی سومش بوده گویا و در همون دهه اینا زندگی میکردند. ولی در ازبکستان البته بسیار زنی مثل تاجیکستان خیلی رواج نیافته است، اما با وجود این حادثه هست و مردم به این گونه حادثه ها یعنی وضعیت چشم میپوشند. یعنی رضایت مردم البته دیده می شود. آنها معمولا این حادثه را به دیگران نمیگویند، ولی همه خوب میداند که مثلا یک مرد که اگر توانا باشد زن دوم یا حتی سوم را دارد. تشکر از سراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیوی آزادی برای صحبت.